فرزندان عزیز من پیش از همه میخواهم که منتداری خود را اولا با پدر و مادران شما، با آموزگاران شما که شما را با این روز با این درجه تربیت کرده رسانیدند. احسن. من در سخنرانی‌های خود تکرار به تکرار تاکید میکنم که ملت تاجیک ملت فرهنگی است. زبان شیوای شاعری وقتی ما سخن میکنیم حتی شعر نمیخوانیم، دیگران فیصل میکنن که ما شعر خوانده ایم. این ملت فرهنگی بودن ما شما را نشان میده. من امروز نزد شما اومدم که منتداری خود را بیان کنم. ایجاد کنید، خوانید. عصری علم است، عصری تکنولوژی است، لیکن برابری همه همین هر یک ملت را در عرصه بین المللی در دنیا پیش از هم نامبردار میکند، پرچم بردار میکند. این صنعت است، صنعت است، فرهنگ است. ما بی‌نهایت استعدادهای زیاد داریم. ما طرز کنیم که در آزمون‌های بین المللی سطح بلند نمایندگان ملت تاجیک، اهل صنعت، همه ژانرش فرهنگ ما فعالانه اشتراک کنند. ما تمام آموزگاران، مربیان، تمام بسته‌کاران، اهل صنعت، فرهنگ، تمام ساختار و مقامات دولتی باید همه جانبه نورسان جوانان را تربیت کنیم، گلچین کنیم، از همه گوشه کنار مملکت گرد آوریم، تربیت کنیم. آنها را به پایان رسانیم که برای ملت، برای دولت، وطن خودشان صادقانه خدمت کنیم. حالا هم کم هستم. من آزمون‌ها را برای همین تشکیل کردم. من سفارش دادم که از سطح جوانان تربیت کنیم. باز یک ارکستری نو، اینا دیدی نو دارن، نگاهی نو دارن، ذوق دارن. برای همین هم تمام بهترین در دنیا کجایی که اسباب‌های موسیقی بهترین بود من برای شما مهیا کردم، شرایط مهیا کردم. کار کنید، تربیت کنید. برای همین هم در پایتخت مملکت تئاتر ملی را بنیاد کرده است آدم برای اهل صنعت. بهترین تئاتر می شود در دنیا. 3 تالار دارد. یکیش 2,500، 2 تا دیگرش 1000 تایی. تمام اینفراستراکچور برای تئاتر، تمام تجهیزات تکنولوژی برای تئاتر، اپرا، همش ما مهیا کرده ایستادیم. برای این متخصص در کار. پیش از همه گلچین کنیتون، بینیتون تمام آزمون‌هایی که در جمهوری از فروغ صبح دانایی کتاب از دیگرش همه کیا اشتراک میکنند؟ نورسا، جوانا، خواننده، اینا غالبای آزمون هستند که در اینجا امروز برای ما شما خدمت کرده ایسانان. یعنی ما تا توانیم بیشتر جلب کنیم، تربیت کنیم، شرایط مهیا کنیم، کمک کنیم و بهترین اشیا با بهترین دانشگاه و دانشگاه‌های عالی کشورهای متمدن پیشرفته روا کنیم که سطح کسبی آنها بلند شده آمده در اینجا برای وطنش خدمت کنند. صدقاً شعر ایجاد کنیم درباره وطن، درباره مادر، خدمت‌های بزرگ مادر، درباره خودشناسی ملی، استادان، صنعتکاران، شاگرد تیار کنیم، تربیت کنیم، به پایان رسانیم. با حس ملی داشتن آماده کار، حس وطن دوستی و وطن پرستی داشتن آماده کار. دنیا را بینید چی واقعا رو داده ایستاده است. یعنی جوانان را با راه درست تربیت کردن آماده کار. موفقیت برای کار.